دلم نمیاد این قصه رو نگم، چون رفقا گفتم بگو دوباره تکرار بکن، گفتم چشم. تو مشهد براشون گفتم، ممکنه دوستان نبودن اونجا نشدیدن، دوباره عرض بکنم این قصه خیلی با دل من، 10 بارم گفتم باز برای خودم تازگی داره ها، خیلی هم با دل من بازی کرده. مترجم تفسیر شریف ارمیزان، این بزرگوار جناب اسد محمد باقر موسوی همدانی به رحمت خدا رفته 3-4 ساله، ایشون این قصه رو نقل میکرد. من از اقوام و خانوادهشون جویا شدم این قصه رو آیا آقا گفتن؟ بله آقا این قصه رو تعریف کرده. علی نابیه تو همدان، در محله‌ای که الان کنار مصلای فعلی همدان به نام گنداب، در این محله زندگی میکنه. اسمش علیه، چون تو این محله زندگی میکنه بهش میگن علی گندابی. علی گندابی قیافه بسیار زیبا و خوشگلی داشته، چشای زاغ، موهای بور، یک کلاهی هم سرش میذاشته، کلاه پشمی به این زیباییش میافزوده، اما لات بوده ولی یه جو معرفت و مرام هم ته دلش بوده. جلو قهوه خونه نشسته داره قلیون میکشه، یه وقتی یه خانومی که تازه شوهر کرده وایستاده داره به این علی نگاه میکنه، علی هم تیپی زده خوشگله دیگه. آی جوون، حق نداری یه جوری تیپ بزنی که نامحرم به تو خوب نگاه بکنه ها، معمولی عادی. علی گندابی بلند شد، موهاشو شولیده پولیده کرد، کلاه رو پرت کرد، گفت علی خجالت نمیکشی؟ یه جوری خودتو درست کردی که ناموس مردم داره به تو نگاه میکنه. گذشت. عاشق حسن نامیه، روضه‌خون تو همدان، میگه رفتم یکی از دهاتای همدان که دهات خوبیه و خیلی هم شهید داده، من رفتم توی این روستا، رفتم اونجا روضه بخونم. اومدم که برگردم دیر وقت بود، درای دروازه رو بسته بودن. خدایا بخوام بمونم که حیوانای درنده اینجان، بخوام برگردم دهات، فردا صبح باید مسجد جامع سخنرانی بکنم. اومدم در بزنم دیدم وا ویلا چی شده؟ علی گندابی قمه به دست، عرق خورده، عربده کشون با رفقاش پشت در وایستادن. حالا بیا و درستش چیکار کنه؟ نمیشه برگشت، نمیشه وایستاد، نمیتونم برم تو دیگه. دلو زدم به دریا، خدای توکل بر تو در زدم. علی گندابی در رو باز کرد، عربده میکشه، قمم به دستش، تا منو نگاه کرد، گوشه قبا منو گرفت، منو کشون دور تو. عاشق حسن ایما باشم اینجا چقدر میکنی؟ گفتم راستش علی جان رفته بودم یکی از دوستاهای اطراف روضه بخونم. و شما نوبرش آوردید سال به 12 روضه چه خبره؟ از این حرفا اخیراً هم میزنن به بعضی از هیئتی‌ها، چه خبره؟ شنبه هیئت، یه شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، چه خبره؟ تو یه نفر به اونا که میرن یه شبانه روز پشت درای استادیوم وای میستن معطل بشن که 2 تا تیم میخوان این توپو بزنن تو اون دروازه، اونم میخواد، اونا خسته نمیشن؟ حالا فقط میان گیر میدن که شماها چه خبره؟ هیچ خبری نیست. یه نشاطی اینجا به ما میدن که ما این نشاط هیچ کجا پیدا نکردیم. هر کی هم هر چی میخواد بگه. این موقع شب اینجا چی کار میکنید؟ راستش علی رفته بودم روضه بخونم. او ول کنید بابا، این همه روضه چه خبره مگه؟ گفتم علی فرق میکنه آخه. گفت چطور؟ گفتم امشب شب اول محرم ابا عبدالله الحسینه. آقا علی عرق خورده مست لایعقل قمه به دست تا بهش گفتم امشب شب اول محرمه، انقدر با سر تو این دروازه زد، گفت علی خجالت نکشیدی؟ محرم اومده تو عرق خوردی؟ ای بی حیا. همه وقت گناه تو محرم هم گناه، همه وقت گناه تو ماه رمضان هم گناه. هی سره رو میزنه به این در. یه خورده آروم شد، قمه رو به دستش گرفت، گفت شیخ به خدا تیکه تیکت میکنم، همین الان باید بشین اینجا برای من روضه بخونی. گفتم علی پدرت خوب، مادرت خوب، روضه مستمع میخواد، منبر میخواد، چایی میخواد، بسا همینجور که نمیشه. گفت این حرفا نیست، تیکه تیکت میکنم، هر بلایی هم میخواد سرم بیاد بعد بشینی الان برای من روضه بخونی. منبر میخوای؟ باشه. 4 دست و پا افتاد رو زمین، گفت خودم میشم منبره، بشین روشونه من شروع کن روضه بخونم. افتاد رو زمین و ما هم نشستیم رو کمرش، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. دوباره بلند شد گفت شیخ ببین تجهیزاتو بذار زمین، تیکه تیکت میکنم منو معطل نکنم، صاف منو ببر در خونه قمر منیر بنی هاشم و ابوالفضل العباس. بگو علی اومده.
نشستم رو کمرش، شروع کردم بدون مقدمه: ای اهل حرم، میر و علمدار نیامد، سقای حسین. چقدر به من میگی گرفتارم، چقدر به من میگی حاجت دارم، مشکل، بسم الله، امشب دیگه شب ابوالفضل شد یا علی. سقای حسین. یه وقت دیدم دارم بالا پایین میرم، نگاه کردم دیدم علی گنداوی عرق خورده مست داره به پهنای صورت اشک میریزه، گریه میکنه. چی کار میکنه نام ابوالفضل با این دلا؟ روزم که تموم شد بلند شد دست منو گرفت گفت شیخ ممنونتم، روزه خوندیم، میشه یه کار دیگه برای من بکنیم؟ من خجالت میکشم. گفتم بگو. گفت میشه رو تو بکنی سمت نجف امیرالمؤمنین، به آقا بگی آقا علی قول میده دیگه لب به عرق نزنه، قول میدم. خداحافظی کردیم، رفت خونه و ما هم رفتیم خونه. فردا صبح رفتیم مسجد جامع، نمازو که خوندم رو منبر رفتم گفتم مردم مژده بدم علی گنداوی توبه کرده. کسی قبول نمیکرد که. روزه که تموم شد با جمعیت رفتیم در خونه علی گنداوی، در زدیم، زنش اومد بیرون. گفت بله. گفتیم علی و کار داریم. گفت علی نصف شب اومد ساکشو برداشت، گفت زن میرم یا آدم میشم بر میگردم یا دیگه بر نمیگردم. کجا رفت؟ گفت فقط به من گفت جایی جز کربلا ندارم، میرم کربلا. آخ کربلا. میشنویم بعضیا دارن میرن کربلا جگرامون کباب میشه. به خدا نمیخواستم بگم، الان تو دفتر نشون داد میگه ببین ویزا کربلا هم گرفتم دارم میرم کربلا. خوش به حالت رفتی کربلا؟ خدا وکیلی روبرو حرم امام حسین بگو آقا یه مش برای بچه‌ها تو ارگ خیلی دلشون میخواد بیان، یه ویزا بدن دست جمعی با هم دیگه بریم صفا داره بین الحرمین اونجا رو خاکا بشینیم بگیم حسین. مدتی علی گنداوی اومد کربلا، مقیم کربلا شد. خوب که زنگار از دلش زدوده شد بلند شد اومد نجف. میرزای شیرازی تو نجف داره نماز میخونه، علی گنداوی صف عقب بود، بعد کم کم اومد جلو تا ملازم میرزا شد، کنار میرزا. هر وقت میرزا وارد حرم میشد میدید علی نیست صبر میکرد تا علی بیاد. یه روز دارن نماز میخونن خبر دادن میرزا فلان عالم تو نجف مرده. گفت باشه قبری همینجا زیر پای زائرین امیرالمؤمنین بکنید، بین الصلاتین هم بیارید من نمازشو میخونم، نه بعد از نمازم دفنش میکنیم. نماز اول خوندن گفتن میرزا قبر آماده شده اما اون عالم دوباره زنده شده، قلبش شروع کرده به کار کردن. میرزا گفت رو قبر رو نپوشونید، یه حکمتی تو این قصه هست باید باشه. نماز دومو که خوندن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفتن میرزا چی شده؟ علی گنداوی سر از سجده بلند میکنه. اومدن تکونش بدن علی دیدن علی افتاده مرده از دنیا رفته. بعد میرزا لبخند زد گفت میدونید علی تو سجده آخر نمازش چی گفت؟ امیرالمؤمنین و واسطه قرار داد، خدا رو قسم داد به آبروی علی، گفت خدایا زیر پای زائرین امیرالمؤمنین یه قبر خالیه من برم اونجا. ببینید گریه بر ابوالفضل آدمو به کجا میرسونه. بریم کربلا، بسم الله. کجا ببرم بلاتو؟ بریم تو حرم ابوالفضل اونجا برات روزه بخونم یا بریم کف العباس؟ کجا بریم؟ یا بریم وارد خیمگاه بشیم، اون خیمه بزرگه هست نوشته خیمه عباس. من تیکه تیکه میگم هر جا بیشتر ناله زدی همونجا روزه برات میخونم. بذارید از جلو بگم بعد بیام عقب، همونجوری از جلو میام عقب. آخ میگن وقتی سرا رو وارد کوفه و شام کردن 2 تا سر بالا نیزه خودنمایی میکرده، یکی سر علی اصغر بوده یکی هم سر ابوالفضل بوده.
اله الا الله. بازم بگم برات، مختار گفت این هرمله رو بیاریدش. تو کربلا چی کار کردی مختار؟ در امانم. گفت بگی نگی میکشمت، ولی بگو چی کار کردی تو کربلا. گفت صبح عاشورا وارد سرزمین کربلا شدم، 3 تیر با خودم آوردم، همین تیرا رو 3 پهلو کردم و هم نوک پیکانهاشو به زهر آلوده کردم. میدونی تیر 3 شعبه برای مردای رزمیه که به این راحتی از خانه میفتن. همتون میدونید یکی از این تیرا به خرج گلوی نازنین علی اصغر کرده. یکی از این تیرا رو تو گودی قتلگاه یا صاحب الزمان وقتی اون نالجیل سنگی به پیشانی آقا زد، پیراهن عربی رو گرفت بالا، سینه نمایان شد، دیدن هرمله به زانو نشسته. سومیش هم اینجا کنار علقمه، وقتی عباس اومد رد بشه دیدن هرمله به زانو نشسته. آخ تیر 3 شعبه رو به چشم راست ابوالفضل.